یه کلاه گشاد سر همتون گذاشتن تو سریال معاویه. آقای معاویه رو اینجوری خیلی خوشتیپ ورزشکار پولدار نشونش دادن، در حالی که مراجعه بکنید به کتاب‌های اهل سنت معلوم میشه که اصلا چهره معاویه اینطوری نبوده. ببینید کتاب صحیح مسلم اومده ایشون گفته در روایتی که معاویه سلعوک بدبخت بیچاره است، گروگشنه است. منبع دیگه معاویه اونقدر کتاب المصنف ابن ابی شیبه اونقدر معاویه چاق و چله شده بود، شکمش گنده شده بود که از جاش نمیتونست بلند شه. منبع دیگه معاویه تازه کچل هم بوده، در کتاب معرفت الصحابه برای ابو نعیم اصفهانی معاویه عجله بوده، یعنی کچل بوده. خب ببینید چقدر حقه بازی میکنن. یه آدم گدا گشنه، شکم گنده و کچلا خیلی خوشگل و خیلی زیبا و خیلی ورزشکار و خیلی حماسی برای شما جا بیندازن. یا علی.